روزی اول فرزانه 95 صفحه، روزی دوم 15 صفحه، روزی 15 صفحه بیشتر و روزی سوم نظر به روزی دوم 10 صفحه کمتر خوند. فرزانه در دامی 3 روز چند صفحه خوند. بیاین سوال یک تصور کنیم. روزی یکم گویم، روزی یک، روزی دو و روزی سوم. روزی یکم میدانیم چند صفحه خوند. 95 صفحه. 95 صفحه میخوند. روزی دوم 15 صفحه بیشتر، یعنی 95 جمعی 15. این چند میشد؟ 110. و روزی سوم چند؟ 10 صفحه کمتر نسبت به روزی دوم. 110 بود 100 میشود. وقتی که اینها رو چی میگوید؟ همگی چند صفحه خوند باید جمع کنیم و برابری آنها رو یابیم. یعنی 95 در پایان نویسم الان 95 جمعی 110 جمعی 100. این چند می شود؟ 205 100 305 صفحه همگی در 3 روز فرزانه می خواند.